بسم الله الرحمن الرحیم. صفت الله حافظی هستم، معاون فنی فدراسیون ولایت بلخ و همچنان مسئول ورزشگاه گلجیم نمبر اول نمبر 2. امروز میخوایم راجع به عضلات شکم ساخته می شود و معرفی میکنم به ملی سپورت افغانستان. دیگه این جانب آقای مولودات قهرمان زونی کشور و همچنان کاندید مسابقات جنوب آسیا در سال 2026 تقریبا 8 یا 7 روز بعد عازم کشور بوتان مسابقات میشه. میخوایم که عضلات شکم چنان ساخته میشه و او بار به شما معرفی بگیریم. فیگورای عضلات شکم 6 تکم میباشه، 8 تکم میباشه و 10 تکم در جهان وجود داره و 6 تکش بالا میباشه و 2 تکه وسط و 2 تکه آخری از این دیدش بسیار کم میباشه، بسیار دیر ساخته میشود. اما تکه های بالا که 6 تکه است، 6 تکه بزرگترین فرصت ساخته میشود. دیگه توسط حرکت های اپس شکم رفته میشه و توسط های رژیم غذایی و تحت نظر یک مربی مجرب برنامه‌ریزی میشه و حرکتاش انجام میشه تا بتواند شکم 6 تکه‌ای عضلاتی ساخته بشه. و نگفته نماند شکم هم مثل سایر عضلات داره، باید تمریناتش انجام شود در پاله عضو و تمرینات قسم زیر مربی انجام شود که علوم عضلاتش نمای بالایی، پایینی، بغلی همش به خوبی معلوم شود. و فعلا حرکت پکای پایین زیر شکم نشان بدیم. امروز استاد بفرمایید. این حرکت مربوط به عضلات زیر شکم می شود، تکه های پایینی را می سازد و همچنان تقریبا 35-40% عضلات بالا هم سر فشار می، اما در کل فشار زیر عضلات پایینی شکم هستند. ما عضلات پایینی شکم کار کردیم، حالا می خواهیم که عضلات بالایی را کار بکنیم، چون عضلات بالایی داره دو سایت داره. فعلا شما بفرمایید. بخواب دستا جفت. این مخصوص این عضلات بالایی است. خوب یک حرکت است که سر کمر هم فشار نمیاد و کارکرد خیلی بالاست. این حرکت یک خوبی خود داره که باید زیاد بلند نشود. اگر زیاد بلند شد سر مورای کمر فشار وارد میکنه، اما حالت کمی که بلند میشه مستقیم سر عضلات شکم فشار وارد میکنه. دیگه خوب یک حرکت است میتونن به خانه هم انجام بدین، در فضای آزاد هم بدون دستگاه، بدون کدام وسایل. هر کسی میخواد که عضلاتش 6 پک داشته باشد، 8 پک داشته، 8 پک داشته باشند، یا هم میتوانند در قدم اول غذای خود منظم بسازند. تا غذاشون منظم نباشند، برنامه غذاشون درست نباشند، به هیچ وقت عضلات شکم خود ساخته نمیتونند. باید بسیار توجه سر غذای خود داشته باشند، از نوشابه گازدار، از غذای پرکالری و پرنشایسته پرهیز بکنند. کوشش کنند از سبزیجات، میوه، از سینه مرغ و گوشت گوساله و غذای طبیعی که ما در کشور داریم از صورت آبپزش استفاده بکنند تا بتونند در مدت 45-42 ماه بهترین سیسپک داشته باشند. چون در پوله عضو از چین و دستگاه استفاده بکنند تا بتوانیم شکم ما فلات یا تخت باشه و شستکای ما خوب دید داشته باشد. ما کوشش کردیم به دستگاه زیاد عادت نتیم برکت شکم، بتوانیم حرکت‌های آزاد، حرکت‌های کششی آزاد در خانه میتونیم استفاده بکنیم، در حتی میتونیم محل کار خود استفاده بکنیم، در باشگاه‌های ورزشی هم میتونیم در فضای آزاد استفاده بکنیم. یعنی کوشش کنین، کوشش به این نشه که آدم 100% دستگاه باشه حرکتش کم انجام بده و او ضروری باشه. نه، در قدم اول با رژیم مرد شد و در قدم دوم حرکت‌های را کوشش کنن آزاد از نزد ترینر بیاموزد و آن انجام بده. توانسته باشیم که چیزی که در توان ما بوده به شما آموزش داده باشیم و کوشش کنین که در هر باشگاه ورزشی در سطح افغانستان در هر ولایتی که میرین تحت نظر یک ترینر، یک مربی که با فهم باشد حرکت‌های 6 تکه شکم انجام بدین. تشکر از توجهتان.